فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، سوالی برای من ایجاد شد که شاید باشند برادران و خواهرانی که حالا مشکلاتی دارن، مشکلات جنسی، مشکلات روحی، و اینو مثلا در موقعی که میخوان خواستگاری برن، ازدواج بکنن، با شریک آینده زندگیشون مطرح نمیکنن و بعد از سالها، 1 سال 2 سال بعد مشکلات ایجاد میشه در خانواده که منجر به طلاق میشه. حالا زندگی خودش و هم زندگی یک شخص دیگری رو به اصطلاح تباه کرده. اگر واقعا این گونه باشد که شخصی اصلا توانایی جنسی ندارد برای اینکه ازدواج بکند و به خاطر اینکه یعنی دفع یعنی حرف و حدیث مردم را به اصطلاح جلوگیری بکنند میرود ازدواج بکند و خودش میداند که نمیتواند حقوق زناشویی را در واقع انجام بدهد، این از نظر شرعی هم مجاز نیست که برود یک خانمی رو مثلا ازدواج بکند که نمیتواند حق حقوق اون رو پرداخت بکند و چه بسا به خاطر این اون خانم دوباره به فساد کشیده بشد. از نظر شرعی چون این کاری اصلا جایز نیست، بلکه چون این شخصی باید ابتدا برود خودش را معالجه بکند و زمانی که توانست و امیدوار بود یا به یقین رسید که میتواند هم حقوق مالی رو پرداخت بکند و هم حقوق جسمانی و جنسی همسرش را در واقع اقامه و پرداخت بکند، در این صورت باید ازدواج بکند.